سلام کردن عزیز تشکر. دوام قصه را که گوش کنیم که چی شد. بعد صاحب خانه را مراجعت کردم. در آخر صاحب خانه را مراجعت کردم. گفتم که با خاموشی شده که صاحب خانه درک نیاوه مثل جنگ نشده با همسایه. صاحب خانه گفتم که قصه تومون وش نیست. گفت چی گفتم نیست. چراغمون نیست. بعد الکتریک آورد فریاد کرد. الکتریک اومد گفت که این را کسی بریده. گفت این خودش متخصص یعنی چیه برقه. با یه قضیه که من گفت که همین صاحب خانه همسایه‌مونه گفتم الکتریک زد شما بریده که من گفتم نمیدونم کسی بریده که سویت نیست. بعد صاحب خانمون میدونی چیکار کرد. این صاحب همسایه داره به نامش وزیری ای заявление نویست. заявление نویست در прокуратура نداد. گفت заявление گو مینویسم گفت میمونم اگر باری دیگه شما را میخوای غم داد مرا خبر دین. که بعد این заявление مینویسه در واتساپ همسایه رو میکنه که این заявление نویسته اگر یک بار دیگه همین صاحب خانه را خزیک چی مرا کвартиранти مرا غم دی ما заявление در прокуратура میتیم. بعد همین 2 سال شده هرچی که اوضاع شده دیگه گم نمیزنه با همه کاریم کوردور میشه. ما برکه میکنیم میومد چه برکه که جنگ تشکیل میکرد. یک مهمون خانه تاجیک میومد قطعی جنگ تاجیک جنگ تشکیل میکرد. یک مهمون خانه ازبک میومد جنگ تشکیل میکرد دیگه ازبک تاجیک نیست همش گریختن رفتن یک تمام موندگی میشه مسلمان. دیگه 2 سال شد که همین چراغا رو بریده. صاحب خانه ما عریضه نویسته بزیدی اوموندگیه که آگاهی دادگی که اگر یک بار دیگه برسی همینو ده هیچ همه کارا کردی گفت همین سویت برید موندگی بده که سویت ببری اینو رو جبرستان کنی تو کی گفت کارا میکنی تو کی حقوق داده که کارا کنی. نه کو انسان یک کسی که از قانون ترساندن در کاره از قانون که ترساندش 2 سال شد هرچی که خاموشه اینه که چیکار کردنش نمیدونه. ما 6 سال که دمیجیم همین شهر داریم 4 سال 1 سال در یک کвартира دیگه بدیم نه که بگیم 3 سال می غم داد نه 2 سال یکم 2 سال میشه که هرچی دمش کشتگیه 5 سال که هم همسایه قضیه زندگی میکنیم ما. دیگه صاحب خانه ما وایش کرد گفت که بابوش کرد عریضه رو گفت مینویسم طرفی ما گفت که میترسونمش گفت مرا گفت که یک کار میکنم میترسونم گفتم چیکار عریضه رو گفت مینویسم که در پروکراتور نمیتونم اگر در پروکراتور بتونم هم شورا فایل میکنم هم رو فایل میکنم نه تین در کار نیست نگو میترسونمش گفتم عریضه قطعی که اگر این کار کنه شما غامتی میبرم میسپارم عریضه رو هرچی که رحمت این ایره رحمت الله تعالی میگن دیدین رحمت خداوند خدا ما را از این کار نجات داد و با نیت زینو گفت که میام چرا خشم را صاف میکنم مثال بعد او زینو پیشنهاد کرد الله تعالی ما را از زینو نجات داد از مردی حرامی بگیم افلاسی زینوکار نجات داد و من از هیچ نتونست که لرزش گرفت قریب که بمبره نمیدونم زنده چه که اوضاع کدام آمده که زنه که گنده افته ای رحمتی الله تعالی بود دیم شبینه که صاحب خانه من خدا دلش رحمت کرد که وایکن عریضه نویس ترسون و همسیاره وایکن ترسون که دیگه در اینو نمیرسی ای همین همسایه‌مو چقدر چه یک روز پرسیم که چیم کارا میکنی در ویدیو گفتم نشونه کو گفت میگه طرف میگه که دانه چی هم من خونه‌اش نبفروشم من خونه نباشم من کارتیرم بشنونم ما اصلا بگیرم ما دیگه چی کنم چی میگن خزینی کنم زوری کنم دستاری آدمو رحمتی الله تعالی است یعنی که من نخواستم که صاحب خانه خبر دیم که با همسایه جنگ شود لیکن کار آخی به همسایه رسید به صاحب خانه رسید آخی مسلمان که خیلی نمیکرد میسو مرا احمق نمیکرد مرا نمیگفت که میسو که زینو کرده میخواه و نمیگفت که میسو میگفت که از برای الله میام سیمتون ساز میکنم خیلی گم نه ها با خیلی سوال داده هم الکتریک در خانه تو خودم تو قاین و سرچم قدی این مرا وقتی فایرو که خود تو باشی ما уже اگه فهمیدم که توقع значит چی نیتی بدی داره چی نیت دارید ما در عوض کارم پول نمیگیرم میخوام خداوند گفتم پناه دیم ما را از کاری بد از نیتی بد گفتم در سر خود بزنه برای این کسی که در حیات ما نیتی بد کردگیه به نیتی زینو انا خیلی درد گرفتار شد که اومدن نتونست کسی که چیکاری بد نسبت ما کردگیه جزاش گرفتگیه بله برای این ما باید که دویم با الله تعالی باید تکیه کنیم با الله تعالی مثل که باوری کنیم با او توکل کنیم از الله تعالی باید که یاری بجوییم لیکن حقیقت خداوند خودش یک روز روی میتیه میگه خود دارید قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بگو ای محمد آمد حق و نیست شد ناحق برای که ناحق نیست شونده است حق پیدا شد این صاحب خانه عریضه را نویست
بعد 3 соли ситами ҳамсоя велосипед духтар ман дизид, бур гуфтам шумо ку. Духтарам гуфт ки ира дар кӯдакӣ велосипед харидаги набиде, барои велосипеди мана дизид. Диздидид дар калаи тоҷико ӯзбеко бор кард ки ино вай кардем диздидем велосипеди духтари мара. Мегӯям ки дизғара забонаш дарозае. Баъд ҳамсоя гуфтанд ки заёрани бинавис пайдош мекунед. Гуфтам не, ба худо месупорам. ҷанг ташкил мекард. Ҷанг ба охир ҳарчи дамаш гирифт, ҳарчи даҳанаш пӯшида шуд. инам раҳмати худованд аст. برای همین توکل به الله باید زندگی کنیم. از رحمت خداوند باید که بی‌نصیب نشویم، از رحمت خداوند راه افتاده نشویم. در جایی که نباشیم، در کدام قطعه زمین نباشیم، چه در قطعه کشور مسلمان، چه در قطعه غیر مسلمان، فقط الله تعالی ما را در همه جا حفظ و حمایت میکند. ان شاء الله با اون شرطی که با الله تعالی رابطه مستحکم داشته باشیم ان شاء الله. خب می‌دارم از شما زنده سلامت خانه با سلامت باشید. و подписываться, лайк, و چی میگن، поделиться فراموش نکنید.